در جای خالی، در جای آرام، اوضاع جامعه آرام پرابلم سازدواد میکنیم. پرابلم ما کارمندان نظامی بازن، خدمتچیان، کارمندان پروکراتورا، میلیسیا، کروپسیا و دیگر خدمتچیان. جناب پرزیدنت بدعوا کن، اینجا در گرفت، همه سر درو، اینجا در گرفت، برو خاموش کن. من میخوام کامنتر کنم. رحمانوف، من این همیشه میگم که رحمت به همون پدر نامعلمت. یا بار هم خیلی رحمتت میگم برای که تو همجا برامدی در منبرت بگیم که میگوی که پرابلم در جای راست شما پرابلم میکنی. همین گپ درسته، واقعا هم درست میگوی که در جای راست همین پرابلم میکنن همین کارگرای حکومت. یاتش لیشنا من همینو گفتم همین حکومت تو حاضر پاسپورت من در دستی چند و گالون روز کی نویا قبودیونه. بعدی من دو پاسپورت دیگه گرفتم. برای که اینش نمیتونه دیگریش میفروشه. سبب در چی میشه؟ اگر اونو پاسپورتی منم میدادن، من امروز نمیبرامدم زیدیته بگن در میدان سیاست نمیزدم. من میرفتم قفای زندگیم بدم، من در گفتگی بدم. من 4 آدم شهید آوردم، بگم که 6 آدم شهید آوردم. در زایولین نویستگیان دستوش اونقدی که همین انسان در یگان حزب حرکت بپیونده، اگر ما آماده ایم که زندان بشیم، همین بچه را پاسپورت چابتی برای بگیم که در تاجیکستان کار نیست، برای در روسیه کار کنه. ندادم. بعد وقتی که من پاسپورت کردم برآمدم، بعد تو فکر میکنی که من دیگه خاموش نیستم که شما دزد، شما نمیدونم شما همه چی هستی، شما چیزی که نگیم کو کمه. وقتی که تو رحمانوف نمیدونی که بگیم که تو نچریک ملیسه قبادیون ما انتخاب کردگی نیستیم و تو انتخاب کردگی، یا که اوگلان نیروز که من انتخاب کردگی نیستم یا ما مردمی قبادیون انتخاب کردگی نیستیم. شما تو رحمانوف کلغاوس تو انتخاب کردگی. انا او انسان من از ظلم میکنه، من زیدی او انسان گپ نمیزنم، زیدی تو گپ میزنم. برای چی؟ برای که او انسان تو موندگی در سر قدرت. اگر من و با آواز من می اومد، من قطعی او انسان کار میگفتم، با تو واپسی یگون چی نمیگفتم. وقتی که تو رحمانوف نمیدونی که یک آدم تو دیده و دانسته سومش میگیری و بگیم وظیفش میتی، تو نمیدونی که او انسان چی کار میکنه، بگیم با منفعت ملت کار میکنه و که با ضلال ملت کار میکنه، تو هیچ وقتی نمیدونی، تو باید استعفا بدی. یکم پریچین استعفا تی این همین چیزه. او چیزا اینه که تو برق ندادی، تو جای کار تامین نکردی، تو نمیدونم این کارهایی که داری باید میکردیش و نکردی، اینو اکی یک طرف. یکم پریچینه که تو نمیدونی که بگیم که زیر دستای تو چی کار میکنن، تو باید با استعفا برای. ما انشاءالله اولی مردمی تاجیکستان شما باور کنید اولی زیاده تصور نمیکنه که ما چخیلی حکومت میخواهیم. اگر شما بدونین که ما چخیلی حکومت میخواهیم مردم، باور بکنید شما خودتون همین رحمانوف سنگسار میکنه و بگیم که یه مخالف همین قپه میبره، بگیم که میگه که هنوز زندان بودگی و چمه بروره، میگه که نمیته رئیس جمهوری مویی. میلیون ها کمبودی که باید اینا رئیس جمهور بگیم که آینه وره ببینه، نه که متاسفانه کورن اینا فایده را ایزلال ندیده شدیان. خب دلش میمونه رحمان فگوش میکنیم. اینجا چند نفر رو زیاد انتظارن، انشاءالله که قبولتون میکنیم برادر عزیز. خب بفرمایید رحمان. برای یک کثافت که منفعت شخصیش از همه منفعت بالا گذاشتگی است. هستین خودتان نظم بدانید. سالهای پیشتر بعضا سردار شعبه کارهای داخلی شهر استروشن و ولایت ماندم، ولایت نارام کردم با یک ولایتی شوخ که اینقدر مردم تینجی آرام بود.
مردم را به پا خیزاندند. برای چی؟ برای با رفتاری غیر انسانی خودشان. خب بازم دیده که رحمانوف همین یک ویدیویی که در 30 و چند سالی که 31 سالش در سر قدرت یکم بار هم خیلی بگیم که یک گپی بگیم به تاب دلی من زد که مردم همون کارگراش بگیم جنایت میکنن، این یک به درک نداشته. رحمانوف هدف ما اونم تو نمیبینید شما کوران، ما میخواهیم که این برنامه ها را بکنیم همون مینوس های همون مردم را بطرف نشان بدیم یا که اصلاح بشین یا که برین تا همین قمحل ما بگیم که ترا خبر کردیم که کمبودیا اینا نجا اصلاح بکنی نجا داخلی قانون تا قبول نکردی. ما ترا ای سپاس همین روز پس این همین روز یکم امروز یکم ایسه ما دیگه بگیم ترا نمیگیم که اصلاح بشه، ترا ما فقط میگیم که بیا بمون پست پرزیدنتیا برو برا به خودت که کار داریم تاکی جای باشی نباشی، مثال با فرزندات کار نمیگیریم، بیا بمون پستا بوکی نه بیای شما میدونه بید همی دولت پستا میمونی میره فرزندات زندگی میکنن در پای فرزندات خور نمیزنن. نه که این چیز اگر نخواهی ما انشاءالله دیر یا زود تصمیم مونه میگیریم، انشاءالله که شروع میکنیم چخلی که تو میخواهی کو ما هم خیلی ما مردم شریف تاجیکستان ما مردم مخالفین یگان تمو جنگ نمیخواهیم، جنگ رحمانوف میخواه نخواد که در دولت دموکراتی اگر استعفای رئیس جمهور طلب بکنی این جنگ باشه. اینا کی در مفکوره شما خیلی درو ورده است که یک نفر اگر رحمانوف استعفاش طلب بکنه یک بعد جنگ میشوه. همین رحمانوف بره و یک انسان دیگه بیاید بگیم تاجیکستان یگان دیگرگونی میشه. این مهم که مردم مخالف که بازن مردم داریم نصیحت میکنیم برادرای عزیز باید ما روز انقلاب وقت انقلاب کاری بکنیم که یگان نفر آزار نتیم، یا شاخچه درخت باید نشکنه، در یگان جو یگان موسر نشوه، یگان جو علاب سر داده نشوه. این چیزا رو مهم که سری مردم راه مردم میخواهیم بگیریم. این مردم اگر به حال خودش بگذاری باور بکن رحمانوف در پیش هم سامانی لینکت کشال میکنن. چخیلی که ژیرینوفسکی گفت همین ژیرینوفسکی باور که گپاش آخر بگیم که راست اومده سودیان درباره جنگ اوکراین گفت، درباره پاکستان و هندوستان گفت، درباره همین چیزا ما مشاهده داریم. درباره تاجیکستان هم گفت که رحمانوف میگیرن در پیش سامانی گفت ای پاش کشال میکنن. انا اما پای چپت انتظار باش که کشال میشه. بخوای مرده گوره برای پلات زندگی تا میگیریم خواهی میبرین در اگان جا ترمد میکنیم یا اصلاح خوب میتیم که زندگی خوب داشته باشیم. هم ترمد یا اون کسی که ما رنگی طور حکومتی نامرد نمیسوزیم که در زندان بریم برادرها را شکنجه بکنیم. شما دوره این روزهای که شکنجه میکنه برادرای ما را شما فکر میکنه به ما را خبر نمیاد. به خدا قسم اون نفرهایی که شما ظلم داره کو به خدای رحمانوف میروه کو او برادرها میبروین میگن که اینمی فلان انسان ها غم دادگی کو شما ما مسلمانیم چقدر که شما شکنجه کردگی که ما هم کاریم ما زیاد نمیکنیم. ما نامرد نیستیم به مثل شما که یگان نفر زیدی شما اگر یگان گپ میگه شما مردک نیستی که با مردک صحبت کنی بعد میرین نمیدونم با خواهر مادر نمیدونم با خانگی بگیم مخالفین میرسه شما بگیم میره نوار میکنه و کینو میکنه. ما خیلی نیستیم، ما صدقه خاکی پای مادر خواهرهای شماییم. اگر شما وطن فروشه، اگر شما خائنی، اگر شما چاپلوسه، ما مردیم، ما مردانه رفتار میکنیم. من مشکلی با رحمانوف دارم، با رحمانوف کار دارم، با زن بدخترش نه. رحمانوف بمون برابره تمام تماشا بکنی که ما چخیل حکومت میکنیم. نتونستی مردم سوی دادن، نتونستی بگیم جای کار تامین کرده. مردم در روسیه به صاحبن، هزار مشکلی درباره کدام مشکلی من صحبت بکنم.
رحمانوف روسیه آوردگی، یگان کسی دیگر نه. کلاچکوف تماشا بکنه، این نوار من کوتاه بود گذاشتمش. شما بزنه در گوگل کاگ رولوسیا в تاجیکستانی کلاچکوف بزنه تماشا بکنه، همه نوارها هست. بدره اتایش نقل میکنه که چیکار کردگی بدیان. این انسان ها پلیس خبر کشیده چه یا قسمش وافچیک یا قسمش یورچیک مردم همینا جنگ دختگیان. چقدر تاجیک به اینش بابای نیویش میخزه جنگ میکنن. این چیز عقل یوان کس توغوری نمیگیره. این همین انسان ها بودن که اومدن ما را جنگ دختن بین هم دیگر. بازم اینا دارن میخوان که ما جنگ بدوزن. نه، ما جنگ نمیکنیم. ما جنگ نمیکنیم. با خوبی میره نمیره. خیلی که گفتی کو رحمانوف ما با ته کار داریم. حکمت دارا شما اصلا خوب درک بکنه که لوبای رئیس جمهور میآیه میروه. منم اگر بیام سری قدرت 4-5 سال بعد دیگه منم میرم. لوبای نفری که میآیه 4-5 سال بعد میروه. رحمانوف 31 سال شد نمیروه. میلیون ها مشکلی ها داریم که ما باید اون مشکلی ها حل بشوند. متاسفانه یک تاتون ایدرن صدا بلند نمیکنه. 4-5 حزبی که ایدرن بگیم که کیسگی هستین شما صدا بلند نمیکنین. ما میدونیم که شما را رحمانوف رسانت رو نمیده که صحبت بکنین. لااقل یا یوتیوب کانال نکشودین که با مردم برنامه‌ات و پیشنهاد بکنین که مردم لااقل دایت شما آواز بتین. ما بگیم که رحمانوف خلاص شین که باید دیگه شما بشه. چون شما نتونسته شیده، برای که شما نتونسته برنامه ها را پیشنهاد کردن، نتونسته دل مردم به دست آوردن، نتونسته شما. یعنی چند مخالفی هست که آشکارا صحبت میکنن. باور بکنین که همین ماها را ای شما زیادتر آواز میتین. این چیزا دونسته بگیرین. بعد اینجا خواهش میکنم که در واتساپ حاضی زنگ نزنیم. آدمایی که ای تاجیکستان کو طرفدارای رحمانوف. خب در برنامه وارد میشه طرفدارای حکومت چهره قطعی. خیلی با چهره بجان حکومتدار طرف رحمانوفی چهره قطعی میای اینجا صحبت بکنیم. شما بدبختا تنها دشنان تحقیر ای کارتون. شما مردک بشین بیای صحبت بکنیم. ای رحمانوف سر کرده تا اوچسکوید من آمودم قیتون صحبت بکنم.